دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ایران تهدید کرد که وقتی زیادی ندارد و اگر برای رسیدن به سازش با آمریکا زود حرکت نکند چیزی از آن باقی نخواهد ماند. او روز یکشنبه 17 می در یک پیام کوتاه در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال نوشت برای ایران زمان رو به پایان است و بهتر است بسیار زود عمل کند وگرنه چیزی از آنها باقی نمیماند. وقت حل کننده است. بعد از این پیام دونالد ترامپ با نشر چند عکسی ساخته که گویا هدف قرار دادن ایران و آغاز دوباره جنگ با فشار دادن یک تگمه را نشان می‌دهد تهدید به تهران را تکرار کرد. ترامپ در این یکی از تصویرها از ادامه جنگ به ضد ایران حمایت کرده و با مقایسه درازای جنگ‌های افغانستان، عراق و ویتنام نوشته است که حمله‌ها به ایران تنها 6 هفته طول کشید. دونالد ترامپ چند دقیقه بعد از نشر این پیام در گفتگوی تلفنی با پایگاه خبری اکسیوس تهدید خود را تکرار کرد و گفت وقتی ایران در حال تمام شدن است. او هشدار داد که حکومت ایران با پیشنهادی بهتر برای سازش آماده نشود ضربه‌های بسیار سخت‌تر خواهد خورد. اکسیوس به نقل از رئیس جمهور آمریکا درباره ایران نوشته است ما می‌خواهیم به سازش برسیم، یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد، چیزی را که نمی‌خواهند. ترامپ افزوده است که اگر ایران پیشنهادی بهتر ارائه نکند ایالات متحده با آن کشور نظر به گذشته سخت‌تر حمله می‌کند. عین زمان دونالد ترامپ ضرب‌العجل برای مذاکرات با ایران تعیین نکرده است. اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که رئیس جمهور ایالات متحده خواهان سازش برای پایان دادن به جنگ است اما رد شدن بسیار از خواسته‌های او از سوی ایران و گذشته‌های ناکافی تهران در رابطه با برنامه‌های اتمیش او را به بررسی دیگر برای گزینه نظامی وادار کرده است. اکسیوس پیشتر از این به نقل از یک مقام اسرائیلی خبر داد که دونالد ترامپ روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره ایران گفتگوی تلفنی داشته است. ترامپ هفته گذشته آخرین پاسخ ایران به طرح پیشنهادی آمریکا را کاملا غیر قابل قبول خواند و رد کرد. آمریکا می‌خواهد ایران از غنیسازی اورانیوم دست کشیده و اورانی غنی شده اش را از کشور بیرون کند. مقامات ایران این درخواست را رد کردند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه به ایران حمله کردند با هدف مذاکرات و رسیدن به یک سازش. روز 8 اپریل میان جانب‌ها آتش بس اعلان شد.